هر 6 سال دومین یکشنبه ماه اکتبر از رای دهندگان تقاضا می‌گردد تا نماینده‌شان را برای چوکی گرفتن در شوراهای شهرداری و شوراهای ولایتی انتخاب نمایند. شهرداری نزدیکترین سطح سیاسی برای شهروندان میباشد. والونی دارای 253 شهرداری فرانسوی زبان میباشد. شهرداری ها وظایف متعدد را انجام میدهند. ماموریت های جبری مانند نگهداری ثبت احوال نفوس، حفظ و نظم و مراقبت از جاده های شهرداری، ماموریت های اختیاری به طور مثال در مورد مسکن، گردشگری یا موارد اقتصادی. برای انتخابات شهرداری ها حوزه انتخاباتی خود شهرداری می باشد. کاندیدان همیشان در قلمرو شهرداری زندگی می نمایند. تعداد مشاورین شهرداری مربوط به ارقام نفوس همان شهرداری می باشد. تعداد مشاورین نظر به هر شهرداری متفاوت می باشد. 7 مشاور در کوچکترین شهرداری ها الا 55 مشاور در شهرهای بزرگتر. شهردار همان کاندید است که بیشترین رای ترجیحی را در میان محبوب ترین لیست که توافق اکثریت را می سازد به دست آورده باشد. والونی دارای 5 ولایت می باشد که اینها به طور مثال یک تعداد از ماموریت ها را در بخش آموزش و صحت انجام می دهند. برای انتخابات ولایتی حوزه انتخاباتی ناحیه می باشد. ناحیه چندین شهرداری یک ولایت را در بر می گیرد. والونی دارای 34 ناحیه می باشد. شورای ولایتی از 37 الی 56 عضو که به طور مستقیم مسائل رای دهندگان در ناحیه‌های مختلف نظر بر ارقام نفوس انتخاب گردیدند تشکیل می شود. رای برای تمام بلژیکی‌های سن 18 سال و بالاتر از آن جبری می باشد. اشخاص با تابعیت خارجی اگر درخواست رای دادن الا تاریخ 31 ماه جولای 2024 نمایند می توانند تنها در انتخابات شهرداری ها رای دهند. دفاتر رایدهی در ساختمان‌های شهرداری ها موقعیت دارد. شما ورق اعزاری خود را چند روز پیش از انتخابات دریافت می نمایید. یک شنبه 13 اکتبر بین ساعت 8 و 1 بعد از ظهر به دفتر رای که در ورق اعزاریتان ذکر گردیده است خود را با این ورق و کارت هویتتان حاضر نمایید.